برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان گرامی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. در بودجه سال آینده یعنی سال 2021 حکومت تاجیکستان با بخش‌های فرهنگ و ورزش 5 برابر بیشتر از بخش صناعت منبع‌های مالی پیش بینی کرده است. این در حالی است که بر اساس یک برنامه 10 ساله حکومت باید تاجیکستان به کشوری صناعتی و کشاورزی تبدیل شود. گفته می شود که بخش صاحبکاری باید منبع‌های مالی بیشتر مورد نیاز این برنامه را تامین کند. اما با این حال امیدوار بودن به این که ساحه صناعت و کشاورزی تاجیکستان رشد می کند اشتباهی بزرگ است. یکی از هدف‌های استراتژی حکومت تاجیکستان تبدیل شدن از کشوری اگراری صناعتی به کشوری اندستریالی اگراری است. این برنامه بار چندم است که قبول می شود در وعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و پارلمانی چون شعار استفاده می شود و از شعارهای همیشگی و بلند صدای حکومت کشور به خصوص رئیس جمهور امامعلی رحمان و مسئولین حزب حاکم خلقی دموکراتی می باشد. در برنامه پیش از انتخاباتی امامعلی رحمان نیز این شعار از شعارهای اساسی او بود و حکومت هم تصمیم دارد تا سال 2030 به این هدفش نائل گردد. البته قبلا هم این گونه وعده های تا سال 2015 بعداً تا سال 2020 تبدیل دادن تاجیکستان به کشوری صناعتی صدا داده بودند. این را همه توسط تلویزیون همه روز قریب میشنویم. مدت 10 سال است که گوشی همه را کار کرده است. اما وعده در تاجیکستان وعده ارزان فروخته می شود و کسی آنها را پیگیری نمی کند. وعده اجرا می شود، اجرا نمی شود، کسی پروا این را ندارد. می داند همه که این همه در کاغذ می ماند. بنابراین حکومت و منصبداران و وکیلان بدون کمترین خجالت، بدون یک کمترین شرم داشتن یا سرخ شدن وعده های داده اشان را از نو وعده دادن می گیرند. حتی وعده از نو داده اشان را می توانند چند سال پس بار دوم و سوم از نو وعده دهند. یعنی وعده ابناویت می شود. خیر چی؟ کسی از دو سر وعده قبلیشان را به خاطر ندارد. یا نه به آنش باور کرده بود و نه به اینش باور می کند. بنابراین می شود آن را از نو وعده دادن گرفت. وعده. دلیل ها هم نشان می دهند این دفعه هم رسیدن به هدف استراتژی صناعتی کنونی اقتصاد کشور مثل 2 برابر سازی مجموعه محصولات داخلی خواهد بود. چه خیلی که قبلا ما گفته بودیم حکومت چگونه توانست در 7 سال گذشته مجموعه محصولات داخلی را 2 برابر سازد؟ یادتان هست؟ البته با سامانی مردم را فریب کردند، گفتند ما 2 برابر مجموعه محصولات داخلی را افزودیم. فقط آنها با سامانی حساب کردند. اما این 2 برابر را چیکار کردند؟ ببینید سال 2013 مجموعه محصولات تاجیکستان، مجموعه محصولات داخلی با پول ملی حدودی 40.5 میلیارد سومانی را تشکیل داده بود. سال 2019 به 77.3 میلیارد سومانی برابر شد. این چه خیل؟ ببینید اینجا مشکل در اینجاست که مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2013 بیش از 8.5 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. اما سال 2019 همگی به 8 میلیارد و 100 میلیون دلار برابر شد. یعنی با حساب دلار مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان 5% کم شده است. با حساب دلار. با حساب قرب سومانی کم شدن، 2 برابر پس رفتن. اینها چیکار کردن؟ با سامانی حساب کردند و گفتند که ما 2 برابر مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان را افزودیم.
صناعتی سازی اقتصاد رشد صناعت را تقاضا میکند. نه؟ برای صناعتی سازی اقتصاد باید صناعت را رشد داد. رشد باشد دستگیری دولتی را تقاضا میکند. دولت اگر دستگیری نکند چه خیلی صناعت رشد میکند؟ یکی از نمودهای دستگیری جدا کردن مبلغ از بودجه برای رشد ساخه می باشد. همچنین یعنی اگر حکومت نیت دارد صناعت را بیشتر از همه رشد دهد، متناسباً باید برای رشد آن بیشتر از همه مبلغ جدا کند. از بودجه سال 2021 برای رشد صناعت و ساختمان جداسازی 193 از 3 میلیون سومانی معادل 17 میلیون و 100 هزار دلار به نظر گرفته شده است. این زیاد است یا کم؟ برای فهمیدن اینکه این مبلغ زیاد است یا کم، بودجه رشد صناعت و ساختمان را با بودجه بخش فرهنگ و ورزش مقایسه میکنیم. از بودجه کشور به بخش فرهنگ و ورزش 1 میلیارد و 42 از 5 میلیون سومانی معادل 92 از 2 میلیون دلار جدا شده است که نسبت به مبلغ جدا شده به رشد صناعت و ساختمان 5 از 4 برابر بیشتر است. به بخش فرهنگ و ورزش نسبت به بخش صناعت و ساختمان 5 از 4 برابر بیشتر مبلغ جدا شده است. هر درست. البته فرهنگ و ورزش رو هم نمیشود به مبلغ گذاشت و این ساحه ها هم باید وجود داشته باشند و مبلغ دریافت کنند. اما وقت هدف استراتژی تبدیل شدن از کشور اگراری صناعتی به کشور اندستریالی اگراری است و برای رشد صناعت 5.5 برابر کمتر از فرهنگ و ورزش جدا می شود با باوری گفت که شانس تبدیل شدن به کشور فرهنگی ورزشی 5 برابر بیشتر است. نه؟ اکثر تصمیم های حکومت و شعارهای حکومتداران هم دلالت بر این میکنند که آنها بیشتر به سمت تبدیل دادن تاجیکستان به یک کشور فرهنگی می روند. ببینید تماشابینان گرامی، ایدی کارتوشکا و کدو و انگور و شعار رقص باشد سرود باشدی رئیس جمهور را به خاطر دارید؟ رقص باشد سرود باشد. انا برای همین 5 برابری صناعت به فرهنگ و هنر رقص و بازی پول بیشتر جدا شده است. حالا البته کشور فرهنگی هم جای بحث دارد. کی گفت که در فرهنگ ما پیش رفته ایم؟ وقتی این عباره را در مثال تاجیکستان و حکومت تاجیکستان گپ میزنیم، باید تماشابینان گرامی در نظر داشته باشید که فرهنگی گفته ما فرهنگی همین حکومت امروزه را در نظر داریم. یعنی فرهنگ رقص، ایدی کدو و کارتوشکا و موسیقی بابای فیض و قدم قربان. فرهنگ همین قدر ای زیاد نه. اینجا سوال دیگری هم پیدا می شود که وقتی حکومت هدف استراتژیش صناعتی به فرهنگ و ورزش 5.5 برابر بیشتر مبلغ جدا می کند که برابر به 5.5 درصدی بودجه هم هست، پس کردی فرهنگیان و ورزشیان بالای روغن است. همتونه؟ اما متاسفانه بالای روغن کردی تنها رهبران این بخش ها قرار دارد. فرهنگیان و ورزشگران قطاری حتی کارت ندارند. چی رسد به روغن؟ روغن را فقط در خواب میبینن. حالا روغن خیلی قیمت شدگی. باور ندارید؟ مثال مهمترین بخش ورزش رو میگیریم. بخش های ورزشی. مسابقه های بین المللی منطقوی و جهانی رو بینید.
ورزشکاران تاجیک که در این گونه مسابقات شرکت میکنند در بیشتر حالتها برایشان حتی برای رهگیری حکومت مبلغ جدا نمیکند. برای ورزشکارانی که به خارج میروند تا آبرو، نام و پرچم تاجیکستان را بالا برند مبلغ جدا نمیشود. فکر میکنید برای ورزشکاران سطح ملی و محلی و رشد ورزش در داخل مبلغ روانه میشود؟ نه، نمیشود. یادتون هست چند ورزشگر را به خاطر مبلغ راهکار نداشتنش به مسابقه های المپی نبرده بودند. قرض گرفته رفته مدال گرفته آمده بود، نامش از خاطرم برآمد. یک انسانی که شانس مدال گرفتن داشت، شانس پرچم تاجیکستان را بالا برداشتن داشت، به خاطر در کیسهش نداشتنی مبلغ، حالا نامش در یادم نیست، بر دژنه رو رفته بود. به فکرم جستجو کنیم حتما میابیم. قرض گرفته رفت مدال گرفت آمد. همین شانس رو داشت لیکن دستگیری نکردن. چند سال آخر صدها ورزشگاه در داخل کشور ساخته شدند و مصرف آن به میلیاردها سوم میرسد. فکر میکنید همه این ساختمان ها را، همه این بناهای ورزشی، مرکزهای ورزشی را حکومت ساخت؟ اکثریت کلی آنها به استثنای یک یا دو ورزشگاه از طرف صاحبکاران بنیاد یافته. دولت در آن کمترین سهمی ندارد. مسابقه های داخلی نیز همینطور با مبلغ صاحبکاران خود ورزشکاران تشکیل می شوند. برای ساحه فرهنگ دو مثال ساده کافی است. دو تا مثال میارم خودتون درک کنید. ستون فرهنگ تاجیک در 50 سال اخیر هاشم گدا، فیلم رستم سهراب را دیدید؟ هاشم گدا هنرمند تاجیک برای روزگذرانی در کوچه ها کتاب فروشی میکند. مرحمت حرفایش را گوش کنید. من برادر عزیز طول 10-20 سال شد تمام чиновник ها، تمام جاهای پنسیا، تمام جا با مراجعت کردم که آیا ارتیست خلقی تاجیکستان، ارتیست خلقی سر، دارنده ستاره پرزیدنت، ارباب شایسته تاجیکستان مکافات گرفتگی آدم، آیا همین 700 سوم پنسیا همین آیا درست است؟ 60 سال تئاتر و کینو و байрақ саноати тоҷик барои халқи тоҷик хизмат кардем. таки 40 сол ман профессор институт саноат, талаба шогирд дарс додагем. از 1.5 میلیاردی که برای این دو ساحه جدا می شود 5-10 هزار سامان در سال جدا کرده نمی توانند که هاشم گدا را با نفقه حد اقل زیست تامین نمایند. نمی توانند. من گپ مردک را خودتون شنیدید. مثال دوم این است که یگان چاره‌بینی فرهنگی، حتی چاره‌بینی های دوست داشته حکومتداران ایدی کارتوشکا و کدو از حساب حکومت تشکیل نمی شود. برای دلخواه چاره‌بینی از مردم صاحبکاران و دهقانان مبلغ جمع آوری میکنند. مبلغ. پس این همه مبلغ جدا شده و این دو ساحه فرهنگ و ورزش کجا می رود؟ دادستانی، اگنتی ضد فساد و عموما دیگر نهادهای ربط داشته می توانند مصرف‌های سفرهای ورزشکاران، مسابقه‌های داخلی و بین المللی، چاره‌بینی‌های فرهنگی را تفتیش نمایند و خواهند دید که با تمام این سفر و چاره‌بینی‌ها از بودجه مبلغ جدا کرده شده است و حتی امضای آنهایی که مبلغ‌ها را گرفته‌اند، مثلا ورزشکاران، در رسید وجود دارد. با ساختن حجت‌های قلبکی این مبلغ‌ها به کیسه منصبداران رفته است.
همین را تفتیش کردنش مشکل است. با دادستانی، با کمیته ضد مونوپولی، ضد انحصاری مشکل است. مشکل نیست. این مبلغ ها انیقترش بین منصبداران محلی و مقامداران بخش فرهنگ و ورزش تقسیم شده است، ولی هیچ نهاد آن را تفتیش نمی کند و اگر تفتیش هم کرد نتیجهش این می شود که منصبداران کمترین خلاف نکردند. یعنی همه جا گل است. دوستی دزد. ها آشنا بیا از یک نوگش تو هم شریک کو گبران نبراریم. همه زندگی کردنش تکر همین خیلی نه. این همه یک سیستم است و تا بالاترین سطح انانمی خیل از بودجه پول رو میگذارونند تقسیم میکنن. انانمی خیل این دوله همه کلانترینی کلان ها چقدر باشد. قبلا اگر یادتان باشد ما درباره تقسیم بودجه به نهادها گپ زده بودیم. هر ساختار برای گرفتن مبلغ هرچی بیشتری بودجه به وزارت مالیه که زیر نظارت جمال‌الدین نورعلی و همسرش آزاده رحمان است رشوه میدهد. رشوه. برای مثال به معارف در سال 2020 789 میلیون سومانی پیش بینی شده بود. برای آنکه همین مبلغ را به معارف اختصاص دهند، نه مثلا 600 میلیون را، وزیر معارف به همتای مالیویش مثلا 20 میلیون وعده میکند. همین خیلی چگونه تقسیم شدنی بودجه و چی مقداری آن غارت شدن به کیسه کی ها رفتنش را میتوانید در تحلیل های ما در پایگاه تحلیلی پیام بخونید. طبق اطلاع منبع های ما سخاوتمندترین ساحه ها که می توانند به وزارت مالیه و کریشه هایش رشوه بیشتر وعده کنند همین فرهنگ و ورزش است. این ساحه ها امکان بیشتری دزدیدن و از خود کردن مبلغ جدا شده بودجه را دارند و می توانند هر قدری که دلشان خواست به بودجه تقسیم کنها رشوه دهند برای که پول در دستشان. دزدیده می توانند. این دزدیشان را کسی نمی فهمد. فهمد هم دهانش بسته برای اون که از یک لبی این دزدی اون هم خورده است. انا برای این 5 برابر از ساحه صناعت بیشتر پول جدا کرده است که از اینجا دزدیده و کیسه ها زده می شود. دزدی کلان هم می دارد این چیزها را. تقریبا از پی این هیچ مسئولیتی ندارند. هیچ مسئولیتی نیست. با فرق مثلا از وزارت معارف که نمیتواند از ماهانه معلمان کم کند و به وزارت مالیه رشوه دهد. نمیشود این کار کردن. لیکن در وزارت فرهنگ ورزش این کار آسان است. برای منصبداری که از رشد فرهنگ و ورزش میلیون ها دلار درآمد میگیرد رشد ساحه صناعت به چه دردی میخورد؟ چیکار میکند وای ساحه صناعت رشدش رو؟ اینجا پول خودش آمده ایستاده است. دزدیدن آسان است. از ساحه صناعت چی؟ نه، دزدیده نمیشود. برای همین ساحه صناعت به این حکومت تاجیکستان لازم نیست. از او دزدیدن مشکل است. برای رئیس جمهوری که شعارش رقص باشد سرود باشد است، برای یک بار رقصیدن و شنیدن سرودهای در وصفش ایجاد شده حاضر است کشور را به کام پاندمی کرونا ویروس بفرستد، صناعت کنونی چه ضرورت دارد؟ چه پروایی صناعت کنونی کشور را دارد؟
رقص باشد، سرود باشد، بس است. ضرب المثل معروفی نان باشد سرود هم میشود را در تاجیکستان میتوان به این شکل گرداند. رقص و سرود باشد صناعت هم میشود. البته صناعت فقط در روی کاغذ می نویسند. 5 سال بعد از 5 سال باز وعده، باز وعده، باز وعده. نمیریم یک روز میدیدگیم انشالله. تماشابینان گرامی، با همین برنامه امروزه به آخر رسید. به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شده برنامه های دیگری ما را پیگیری کنید. پخش دکمه لایک نیز لطفاً فراموش نشود. ما همیشه کوشش میکنیم خطای کالکولیاتوری حکومت را به اثبات رسانیم. از جانب ما حرف هایی را خواهید شنید که دیگران از گفتنش خاموشی را اولاتر میدانند. گفتنی های ما صدای قلب شماست. ما درد جامعه را بررسی میکنیم. با ما باشید. خیر تا روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net